نغمه به سرطان مبتلا شد. حالت بدنسیحی نغمه در کشور امریکا، جدا شدن نغمه از همسر دومش و گریه‌های جانسوز منگل برای نغمه همسر اولش و حرف‌های باور نکردنی شفیق مرید درباره خشوعش یعنی نغمه. به چه دلیل نغمه به سرطان مبتلا شده است؟ تازه ترین جزئیات درباره صحت نغمه من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یکی از هنرمندان پیشکسوت سابقه دار و مشهور افغانستان است که آهنگ‌های نغمه ماندگار و گوشنواز در محافل خوشی هموطنان افغانش بوده است. نغمه نه تنها هنرمند افغانستان بلکه هنرمند مشهور و محبوب در میان مردم پاکستان هم می باشد. این روزها تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که به سرطان مبتلا شده است. نغمه در حالت بدنسیحی در شفاخانه‌ای در امریکا بستری است و از شوهر دومش هم جدا شده بود و شفیق مرید داماد نغمه درباره صحت نغمه در صفحات مجازیش چنین بیان کرده است که نغمه در یک حالت بدنسیحی در شفاخانه‌ای در امریکا بستری است و از تمامی دوستداران و علاقه‌مندان نغمه طلب بخشش و دعا کرده است. این خبر نشر شده در صفحات مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است و مورد تشویش و پریشانی برای دوستداران و علاقه‌مندان نغمه شده است. ولی من آرزوی صحتیاب شدن و شفایاب شدن برای نغمه از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سلامتی و کامیابی آرزوی من است برای هر یک از شما خوبان. تا درودی دیگر امتان را بر لای منان میسپارم. شاد و موفق و خرم باشید.